اگه فکر میکنی همه کامیون‌ها شبیه همن، این ویدیو نظرت رو عوض میکنه. چون این کامیون حتی میتونه قبل از راننده جون آدم‌ها رو نجات بده. کامیون‌های ولوو فقط برای حمله بار ساخته نشدن، اونها یکی از امن‌ترین و پیشرفته‌ترین کامیون‌های دنیا هستن. ولوو از اولین شرکت‌هایی بود که سیستم ترمز اضطراری هوشمند رو روی کامیون‌های سنگین استفاده کرد. یعنی اگه راننده دیر واکنش نشون بده، کامیون خودش ترمز میکنه تا از یک تصادف جدی جلوگیری کنه. اما این تازه اول ماجراست. بعضی مدل‌های جدید ولوو تا 750 اسب بخار قدرت داره. این یعنی میتونن 10 تن بار را از سخت‌ترین جاده‌ها و سربالایی‌ها عبور بدن. جالبتر این که این قدرت بالا در کنار مصرف سوخت بهینه یکی از دلایل محبوبیت ولوو بین راننده‌های حرفه‌ایه. مهندسان ولوو فقط به موتور فکر نکردن، چون راننده‌ها ساعت‌های زیادی پشت فرمون هستن. کابین این کامیون‌ها مثل یه اتاق راحت طراحی شده. بعضی مدل‌ها حتی تخت خواب، یخچال، سیستم تهویه و فضای استراحت دارن تا راننده در سفرهای طولانی خستگی کمتری احساس کنه. و حالا عجیب‌ترین قسمته، ولوو سال‌هاست روی کامیون‌های خودران کار میکنه. کامیون‌هایی که در بعضی معادن و محیط‌های صنعتی بدون راننده واقعی بار جابجا میکنن. شاید به همین دلیله که اسم ولوو برای خیلی‌ها فقط یک برند نیست، بلکه نماد قدرت، امنیت و تکنولوژیه. اگه این فکت برات جالب بود، کانال فکت نووا رو دنبال کن و توی کامنت ها بنویس به نظرت ولوو بهترین کامیون دنیاست یا هنوز برند دیگه حرف اولو میزنه؟